أينما كنا أينما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. سوره القارعه. در این سوره بعضی احوال روز قیامت بیان میشه و همچنان تقسیم مردم در آن روز. سوره القارعه را الله تعالی به یکی از نامه‌های قیامت افتتاح کرده. القارعه یکی از نامه‌های قیامت است. کلمه القارعه مأخوذی از القرع است و قرع گفته میشه کوبیدن، یعنی روزی کوبنده. قارعه روزی کوبنده، اسم فاعل. و مواقفای روز قیامت و احوال آن روز اکثرش تکان دهنده است و قلبهای انسانها را در لرزه می‌آورد و انسان در روز دهشت زده و وحشت زده میشه. موقف نفخ اسرافیل و از قبر دوباره زنده شدن و به طرف محشر رفتن و آنچه که در دنیا از کوهها و بحرها و نهرها و همچنان آسمان، آفتاب، مهتاب، همه از اینها مخلوقاتی را که دیده میشه، این مخلوقات دیگرگون میشن و این مخلوقات تغییر می‌یابند. کوهها از جا به جا میشه، دریاها خشک میشه، آسمان میافتد و ستاره ها خیره میشه، همه از بین میروند، آفتاب و مهتاب همچنان، و همه مخلوقات در یک میدان و صحرای خشک و بیابان بسیار گرم اونجا نزد پروردگار حاضر میشوند و این صحنه ها خیلی صحنه های تکان دهنده است، قلبها را متوقف می سازد. الله تعالی در ابتدای سوره الحج روز قیامت احوال از او چنین بیان میکنه: یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. عذاب آن روز اینقدر سخت است مردم هم میبینی همه در حالتی بیهوشی هستن، فکر میکنی از سکر و از نشه و از اینها بیهوش شدن، ولی حقیقت چنین نیست. عذاب خدا خیلی سخت است و پریشانی آن روز بسیار پریشانی سخت است که انسانها همه از یکدیگر نفرت دارن. حتی خوبترین نزدیکترین انسان در دنیا و انسان که پدرش است، مادرش است، فرزندانش است، همسرش است، همه اینها از انسان میگریزن، فرار میکنن از سختی آن روز. القارعه روزی تکان دهنده، روزی کوبنده، روزی پرهیبت و پروحشت. ما القارعه، چیست آن روزی کوبنده؟
استفهامی تفخیم و تعظیم، یعنی بیان عظمت و بزرگی آن روز را میکند که آن روز بسیار روزی بزرگ است، سخت است. و ما ادراک ما القارعه، باز هم تأکید میکنه و ما یعنی چی چیز، ای شیء ادراک تو را داناند، ای اعلمک چی چیز تو را داناند، ما القارعه امی روزی کوبنده چیست. بیان میکنه که روز کوبنده را باید بدانی، احوالی از را با خبر شوی و بر از روز آمادگی بگیری تا اینکه الله تعالی از سختی های آن روز نجاتت بدهد، و الا خلاصی در آن روز خیلی سخت است و هیچ کسی، هیچ بنده‌ای از گرفت پروردگار و از عذاب پروردگار بد شده نمیتونه مگر شخصی که با قلبی سلیم و با قلبی توحید نزد پروردگار آماده باشه. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، بعضی حالت و سختی های آن روز دی جمله ها بیان میکنه. یوم می روز قارعه، روز کوبنده، روزی است که یکون الناس می باشند مردم کالفراش المبثوث، مانند پروانه های پراگنده. الفراش پروانه ها را میگه، المبثوث صفت پروانه ها یعنی پراگنده شده. پروانه ها یکی از مخلوقات بسیار ضعیف و ناتوان هستند و وقتی که به جایی می روند اما مسیر خود درست تشخیص کرده نمی توانند، فایده خود نمی دانند که به کجا است. او خاطر بیشتر سری آتش میان، سری روشنی، و خود دمو روشنی هلاک میکنه بعضی هاش. انسان ها وقتی که از قبرها برانگیخته می شوند، دوباره زنده کرده می شوند، در حالت بسیار ضعف و ناتوانی و حالت خستگی و پریشانی، نمیدانند کجا بروند، مسیری مشخص ندارند، تا اینکه داعی پروردگار صدا میزند اینها را به طرفی محشر و همچنان آتشی را الله تعالی والایشان مسلط میگرداند که این آتش اینها را به طرفی سرزمین محشر سوق میدهد. و تکون الجبال کالعهن المنفوش، و می باشد، می گردد کوها در آن روز کالعهن، مانندی پنبه یا مانندی پخته، المنفوش پخته‌ای که اندافه شده است یا حلاجی شده است یا کوبیده شده است. پخته قبل از اینکه کوبیده شود، چکیده شود، قبل از او با هم تاو خورده است، پیوست است. وقتی که با چوبی یا آله دیگری زده شد، چکیده شد، باز ای از هم جدا میشه. وقتی که جدا شد ضعیف میگردد، هر لحظه اگر بادی بیاید با خود میبرد. کوها همچنان ریزه ریزه میشوند. در سوره الواقعه الله تعالی میفرماید و بست الجبال بسا فکانت هباء منبثا، در آن روز کوها ریزه ریزه کرده میشوند و همه غبار میگردد، مانند ذرات در هوا از بین میرود و این کوها از جای خود ازاله کرده میشوند و به زمین هموار میشوند. یعنی انسان فکر کنه کوهایی که چقدر کوهایی با صلابت است، کوهایی سخت است و کوهایی چقدر وزنی است، در آن روز از سختی آن روز همه از بین میروند، تکه تکه میشن، ریزه ریزه میشن. پس از این انسان تصور کنه که چقدر روز سخت است. به چشمت میبینی که کوها ریزه ریزه میشه، به چشمت میبینی که دریاها خشک میشه، به چشمت میبینی که آسمان از بین میروه و به چشمت میبینی که ستاره ها و همچنان آفتاب و مهتاب همه از اینها از بین میره. پس صحنه ها و مواقف بسیار تکان دهنده است حقیقتا. فاما من ثقلت موازینه، اینجا انسان در حقیقت ترغیب و ترهیب میدهد.
یعنی انسان مایوس نشود و همچنان از گرفت و سختی آن روز در ایمن نباشه، بی‌پروا نباشه، بلکه در اون روز مردم دو تقسیم می شوند. مردم هایی هستند که از سختی های آن روز در امان می مانند، آن روز در زمره اهل سعادت قرار می گیرند، خدا برشان زندگی خوب و بهتر نصیب می کند، بری همیش از اهل سعادت قرار می گیرند و مردم دیگری در مقابلشان از اهل شقاوت و مردم بدبخت بری همیش در بدبختی می باشند. پس تلاش کن که از فریق اهل سعادت بوده باشی و از فریق اهل شقاوت خود را نجات بدهی. می فرماید فاما من ثقلت موازینه، پس آن که ثقلت گران شد، موازینه حسناتی از او در ترازو، یعنی حسنات انسان از اقوال و افعال و کردار همه ازی در روز قیامت ترازو کرده میشه، طول کرده میشه، وزن کرده میشه. اگر حسناتی ازی، نیکی های ازی وزنی برآمد، ثقیل شد بالای گناهانش، بدیهایش، فهو فی عیشة راضیه، پس این انسان در زندگی، عیشه گفته میشه زندگی را، حیاته، در حیات و زندگی بسیار خوشحال کننده. راضیه اسم فاعل یعنی خوشحال کننده، یا راضیه به معنی اسم فاعل به معنی مرضیه، زندگی که انسان با مو زندگی خوش کرده میشه، الله خوشش میکنه. و این زندگی خوش در کجا می باشه؟ در جنتی که خداوند او جنت رضامندی خود بالای بندگان خود پایین میکنه، نعمتهای بی حد زیادی را برشان فراوان میکند، جنتی که برای اهل سعادت الله تعالی آماده کرده. و الله تعالی ما را از جمله همون بندگانی بگرداند که از امی عیشی راضیه بهره ببریم. و اما من خفت موازینه، ای عکسی از اون، یعنی مردم قبلی عکسی از اینها. و اما شخصی که خفت موازینه، خفت سبک شد، موازینه ترازوی حسناتی ازی، خفت موازینه ترازوی حسنات و نیکی های ازی، یعنی در یک طرف نیکی ها گذاشته میشه و در طرف دیگری پله دیگری از ترازو بدی ها، و این نیکی ازی نسبت به بدی ها سبک می آید. پس وقتی که سبک آمد باز این چی میشه؟ فامه، پس این انسانی بدبخت است، از اهل شقاوت است. فامه، پس مرجع ازی، جایگاه ازی، اصلی مکانی که بر میگرده به او، هاویتون دوزخ است. هاویه یکی از نامه های دوزخ است، یا یک مقامی در دوزخ، یکی از کنده های دوزخ است. پس شخصی که نامه اعمالش یعنی حسناتش سبک برآمد، ای از اهلی دوزخ است. اینجا مراد از ای یا کافر است یا مسلمان. کافر اگر بوده باشه، کافر وقتی که روزی قیامت می آید، هرچی حسناتی کرده باشه، حسناتی ازی در مقابل کفرش و در مقابل شرکش همه از بین می روه و همیش ترازوی ازی سبک می باشه، ترازوی حسناتش. باز این مقام و مکانی ابدیش جهنم می باشه. اما اگر مراد مسلمان بوده باشه، اعمال صالحش بر یک طرف گذاشته میشه و حسناتی که داره حسناتش بر یک طرف ترازو میشه. وقتی که اعمال حسناتش سبک برآمد، باز الله تعالی خواسته باشه به اندازه گناهانش در آتش جهنم میسوزد، عذاب خود میبینه و باز الله تعالی به رحمتش ایره دوباره به جنت برمیگرداند و باز در صف اهل سعادت قرار میگیره. و اینجا یک گروه دیگری از مردم که
حسنات و سیئاتشان با هم برابر بیه، پله ترازوشان به هم برابر بیه. از اینها سکوت کرده و حقیقتا این نوعی از مردم در سوره اعراف بیان شده که اونا را اهل اعراف نامیده می شوند، یعنی کسانی که در وسطی جنت و دوزخ قرار دارند. به طرف جنت که می بینند از الله می خواهند که یا الله ما را از این جنت محروم نسازی، ما را داخل بهشت بکن. و دوزخ هم می بینند از الله پناه می خواهند که ما را از این دوزخ نجات بدید. و باز رحمتی الله تعالی شامل حالی از اینها می گرده، امرشان می کند که داخل شوید شما به بهشت، و اینها هم در صف اهل سعادت قرار می گیرند. فامه هاویه، پس کسی که طرف حسناتش سبک برآمد جای ازی دوزخ است. و ما ادراک ما هیه، و چی چیز تو را دانان، ما هیه چیه سمی هاویه. ما هیه ضمیر اشاره به طرفی هاویه، یعنی امی هاویه چیست؟ تعریف یا هاویه را قرآن خودش میگه که نار حامیه. هاویه نار آتشی را گفته میشه که حامیه نهایت سوزان، نهایت گرم، بسیار زیاد آتشی سخت. الله تعالی از این آتش همه ما را نجات بدهد و از سختی های روز قیامت همچنان. و الله تعالی ما را در جمله بندگان صالح در روز قیامت حشر کنه و از جنات پرنعیمش الله تعالی ما را بنوازاند و مقام ما را جنت بگرداند و از دوزخی سخت و عذاب سختش ما را نجات بدهد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.